در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن. من خود به چشمی خویشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فیغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا. ای امتی بی وفا، ای امتی که زمین به خاطری اون ناله میکرد، حجر و سنگ و کلوخ به خاطری اون ناله میکرد، از جدایی و عشق میریزان. ای امتی بی وفا، تو چی پروایی نداری؟ بار پیامبر به یاد نمیاری، صلواتی بر روح او نمیگویی. ای امت، کسی که امتی گفت و از دنیا رفت. سعدی فیغان از دستی ما لایق نبود ای بی وفا. طاقت نمی آرم جفا، کار از فیغانم می رود. چون شدی موجود در عالم بگفتی امتی، در نماز روزت هر دم بگفتی امتی. در شب معراج نزدی حق بگفتی امتی. جان بلب آخر شد و آنگه بگفتی امتی. ما باید چنین ناله بکنیم، نه زمین. زمین مسئول نیست، زمین پرسش ندارد، اما ما و شما امتی او هستیم. ما و شما از محبت او دور ماندیم. حالا که به یک صلوات گفتن، یک مراتب ما و شما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگیم، خدا برای ما و شما 10 سلام میفرستند. رسول الله برای ما و شما 10 سلام میفرستند. در مکانی که صلواتی بر پیامبر گفته شود، از اون مکان بوی خوش به آسمان میبراید. در هر مسجد، در هر معرکه و هر کجا که باشیم صلی الله علیه و سلم همه بگوید، همه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگوید. از اون مکان بوی خوش 7 طبقه زمین و آسمان پخش میکنند. فرشته ها وقتی که بوی خوش به مشام اونها میرسند، با یکدیگر میگویند این بوی خوش از جای می آید که در اوجا یاد رسول الله کردند. این بوی خوش از جای می آید که در اون مکان اون مسلمان ها بر روح پیامبر صلوات فرستاده ایستادند. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران. از سنگ ناله خیزد روزی وداع یاران. یعنی بیان میکند که همه و همه در رفتن رسول الله اشکبار بودن، بغیر از انسان که پروایی نداشته در خواب. رسول معظم اسلام خودی معراج گفته، اسرا گفته سفر شب میگن، معراج گفته نردبان میگوین. وقتی که پیامبر خدا به همراهی جبرائیل در براق سوار به آسمان اول که رسیدن، صدا زد جبرائیل امین که در را بگشا. در اون رضوان، اون کسی که آسمان اول در اوجا نزد دروازه بود، گفت کیستی؟ گفت جبرائیل امینم، همراهی سرور کائنات، معلم بشریت، دوست داشته الله، حبیبی الله محمد صلی الله علیه وسلم هستم. رسول خدا را خدا دعوت کرده است. وقتی که در را کشاده کردم گفت پیامبر خدا در اون آسمان اول گفت حضرت آدم علیه السلام دیدم. حضرت آدم از جای خود خیست، آدمی که 1000 سال عمر دیدگی بود، آدمی که پیامبر خدا را دوست می داشت و یاد او می گریست، آدمی که خداوند به سبب شفاعتی پیامبر و وسیله کردن حبیبی خدا و صحبی را خدا بخشید. آدم از جای خود خیست گفت مرحبا به ابن صالح و نبی صالح. مرحبا گفت خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای فرزند صالح. گفته پیامبر خدا را آمد. حضرت آدم به آغوش گرفت، پیامبر خدا را در آغوش گرفت، از پیشانه مبارکه رسول اکرم حضرت آدم بوسه داد. چند ایستادن، جبرائیل امین باز آهنگی سفر کردند، به آسمان دویم برآمدند. در آسمان دویم وقتی که به دروازه آسمان دویم نزدیک شدن، باز جبرائیل امین صدا زد. از دروازه صدا برآمد کیست؟ من علی الباب، کیست در در؟
جبرئیل امین صدا داد که منم گو پیک رسول الله هستم و همراهی من این محمد صلی الله علیه وسلم است. دروازه دوم آسمان کشاده شد. در دروازه دوم یحیی ابن زکریا و حضرت عیسی ابن مریم در آسمان دوم بودند. بعضی آسمان چهار میگن، اما اکثر کتاب و حدیث ها بیان میکنن که در آسمان دوم هستند. حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام هر دو به پیشواز رسول الله خیستند، دویدند، آمدند با پای برهنه و سر برهنه و پیکی رسول الله را دیدن و به پیش پیامبر آمدن. رسول خدا را چیکار کردن؟ با آغوش کشیدن و بوسه کردن. از آسمان دوم به آسمان سوم عروج کردن. در آسمان سوم هم همین طریق درها را گفتن کشاده کردن. در آسمان سوم یوسف صدیق بود، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله صلی الله علیهم اجمعین حضرت یوسف صدیق بود. حالا که حضرت یوسف کی بود؟ یک قطره حسن رسول الله و یوسف نصیب شدگی بود. اگر میلیون ها یوسف زیبا را ما جمع کنیم با یک تار موی رسول الله برابر نمیشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی هست که عایشه صدیقه طاهره مادرمان بیان کرد که قصه یوسف وقتی که در قرآن خدا بیان میکند که زنها وقتی که ملامت کردن زلیخا را که تو به یک غلام خود عاشق شده ای، ملامتش کردن، طعنش زدن، سخنهای ناجا گفتن. زلیخا همه زنهای اشراف جمع کرد، بعد از اونها یک ترنجی داد و تطلهن سکینن، کارچه های تیز به دست اونها داد و گفت که شما اینها را چیکار کنید؟ ریزه بکنید، پوست بکنید. وقتی که کارها در دست بود، از طرف دیگر یوسف صدیق گفت پیامبر خدا را که خط زینت بده و به نزد من بیا. وقتی که یوسف آمد، همه که جمال یوسف دیدن دستهای خود بریدن، انگشتهای خود بریدن، خونها جاری شد، همه پر از خون شد. در حسن یوسف محو شدن، مات شدن. و قطعنا ایدیهن، خدا میگه همه دستهای خودشون بریدن. وقتی که بریدن و همه را چاک کردن، خونسار کردن. وقتی که یوسف حسن شدیدن، گفتن که زلیخا گناه ندارد، هر زن ایره ببیند عاشق می شود. وقتی که این قصه را عایشه صدیقه مادرمان، صدیقه طاهره دختری ابوبکر صدیق همسر رسول الله در قرآن قصه را که خوان، گفت قسم به الله که اگر در جای یوسف گفت محمد صلی الله علیه وسلم میگذشت، او زنهای مصر دستهای خودشون نمیبریدن، بلکه با کار سینه های خودشون تیکه تیکه میکردن. حسن یوسف کجا؟ اگر زنهای مصر دستاشون بریدن، کلته کردن، برای یوسف بود. اما اگر زیبایی محمد صلی الله علیه وسلم میدیدن، دیله های خودشون با کار پاره پاره میکردن، ولی حسن رسول الله رو ندیده بودن. یوسف صدیق وقتی که رسول خدا را دید، از جا خیست، از کرسی دوید، آمد پشت دست رسول الله را بوسه کرد، پیامبر خدا را به آغوش گرفت و رسول الله را بسیار بسیار عزت و احترام زیاد کرد. جبرئیل امیر آهنگ کرد که بالا می رویم. باز به آسمان چهارم عروج کردند. آسمان چهارم ده هارون ابن عمران علیه السلام دیدند. در آسمان چهارم هارون برادرزاده موسی و هم پیامبر بود. از او جمع بعد زیارت التفات زیاد به آسمان چهارم ادریس دیدن، ادریس علیه السلام. به آسمان پنجم هارون ابن عمران دیدن و به آسمان ششم نزدیک شدن. وقتی که در گفتن فرشته که من علی الباب، کیست بر در؟ گفتن که پیک رسول الله هست و حبیب خدا هست. در کشاده کردن. در ششم آسمان مکان موسی کلیم بود. موسی کلیم الله که موی سر تا میان بود. هیبتی که موسی داشت دیگر پیامبران نداشتند. یک پیامبر قوت 40 مردی به قوت دارد.
40 مردینه را قوت یک پیامبر دارد و موسی قوت 40 پیامبر دارد و پیامبر ما صلی الله علیه وسلم قوت 40 موسی را دارد. وقتی که موسی کلیم رسول اکرم دید با همون موی دراز تا میان، هیبت کلان که اگر موسی کلیم به غضب اگر میپسان اولیای خدا را اولیای خدا خاکستر میشد، چون این هیبتی سختی داشت. دوید آمد پیامبر خدا را زیارت کرد، پیامبر خدا را بوسه کرد و خیلی هم گریه کرد. موسی کلیم حبیب خدا گفت که ای برادر موسی، گفت با چی خاطری قدر اشک میریزونی؟ گفت که تو اخیرا پیامبر هستی، تو حبیب الله هستی. هر چقدر که در بنی اسرائیل فهماندم خدمت کردم، اما اون مرتبه ای که تو داری هیچ کس نداره. فردا روز قیامت آن مقدار از امتی تو داخل بهشت می شود که از هیچ امتی پیامبر اون مقدار داخل بهشت می شود. ای رسول الله، گفت آسمان بالا به نزد الله و حتما در آمدن مرا ببین بعد گذشته برم، مرا نادیده نرو. تأکید کرد موسی علیه السلام. و با آسمان هفتم عروج کردن. در آسمان هفتم باز فرشته در کشاده کرد. در اون آسمان مردی زیبا، از همه پیامبران زیباتر، خشروتر، حلیمتر، قامت بلند، میجه های دراز سیاه نازنین، اون کی بود؟ ابراهیم خلیل بود. حالا جمعه آینده وصف میکنیم پیامبرها که چگونه شکل داشتن. پیامبر خدا هر یک پیامبری که دیدگی بود با صحابه میگفت حضرت عیسی فلان خیل بود، حضرت موسی فلان 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 فلان، همه را میگفت. نوبت به ابراهیم خلیل رسید، گفتن که ای فرستاده خدا، ابراهیم خلیل چگونه صورت دارد؟ رسول الله اشاره به سوی خودشان کرد. یعنی ابراهیم خلیل مثل پیامبر ما صلی الله علیه وسلم خیلی شخص زیبا بود. وقتی که ابراهیم خلیل دید، از نزد ابراهیم خلیل الله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سدرة المنتهی رسیدند. در سدرة المنتهی دیگر براق هم در کار نیست، جبرائیل هم در کار نیست. جبرائیل قفا ماند. پیامبر خدا خیلی بالا رفت، گفت که جبرائیل در همه سفر اینقدر راههای دراز طی کردیم، تو الحال برای چی در راه عبرت میپرتوی، از قفا میمانی؟ که براق هم نیست شد. جبرائیل گفت که ای رسول الله، گفت ای حبیبی الله، گفت اگر یک سری موی، اگر یک قدم به پیش بروم، همه پر و بال من میسوزه و خاکستر میشم. یعنی چی است که حضرت سعدی رضی الله تعالی عنه میگفت در این باب که برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. مقام آدم ببین که به جای میرسه که غیر از خدا کسی رو نمیبیند، نه براق لازم است نه جبرائیل. همین طریق است که دوستای خدا اولیاء الله میگن که میان عاشق و معشوق رمزی است، میان عاشق و معشوق رمزی است، کرامان کاتبین را زو خبر نیست. عاشق معشوق چنان رمز دارند که، چنان تماس دارند که کرامان کاتبین از او خبر ندارند. و به آسمان هفتم از سدرة المنتهی جبرائیل ماند و براق هم ماند و رسول اکرم چیکار کرد؟ به بالا عروج میکرد و بالا میرفت. و در بالا رفتن او حضرت مولوی جنون میگفت جان باد فدای قد زیبای محمد صلی الله علیه و سلم. جان باد فدای قد زیبای محمد، با گیسوی مشکین سمن آسای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف به تماشای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف به تماشای محمد.
عرش از سرافرازی و تشریف قدومش، کرسیست به بالیش زی تمنای محمد. خورشید گرفت توشه از خیرمن حسنش، مهروی کنام بوسه زد از پای محمد. فردا که زند جلوه به بازار قیامت، محشر شود آن روز به تماشای محمد صلی الله علیه وسلم.